در نویه بلجوم بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی و تأسیس جایهای نوی کاری بنیاد از نوسازی 257 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده تا امروز با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجراکننده دولتی و صاحبکاران محلی 170 انشاءات آن از جمله یک مؤسسه تا مکتبی، 8 مؤسسه تعلیمی، 3 انشاءات فرهنگی، 5 بنگاه و 4 مرکز سلامتی، 12 عدد مرکزهای سودا و خدمترسانی، 4 عدد انشاءات استحصالی و 72 عدد دیگر بنا و انشاءات به استفاده برده شده مسافت 21 کیلومتر راه از تعمیر برآورده شده است. امروز در ناحیه کارهای سازندگی و بنیادکاری با مرام ادامه داشته طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرا کننده دولتی امسال در عرفه سال نو خونیش و روزهای تجلیل از جشن 34 سالگرد استقلال دولتی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و سهم صاحبکاران محلی در ناحیه انشاءات نوی ساحه معارف، تندرستی، صنعت، سیاحی و دیگر بخش‌ها به استفاده برده می شود. رئیس ولایت خطان دولتعلی سعید ضمن سفر کاری به ناحیه بلجوان از صفت کارهای ساختمانی در بینای صنفخانه‌های لواگی مؤسسه تأسیسات مینویم رقم 10 دیدن نمود. انشاءات مذکور در دایره نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرا کننده دولتی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی با جلب صاحبکاران محلی در مساحت عمومی 21 زمین با میدانچه ورزشی زمانوی و قیده سبزکاری صحن مؤسسه ساخته شده بینای صنفخانه‌های لواگی پورا با شرایط معاصر جوزانیده شده است. مؤسسه تأسیسات مینویم رقم 10 که دارای 480 جای نشست در یک بست و اینچنین مکتب پرزنتی برای خوانندگان بالای خط برای 480 جای نشست در یک بست به استفاده داده می شود. مؤسسه تأسیسات مینویم رقم 10 که از طرف صاحبکاری وطنی به استفاده داده می شود پورا با شرایط زمانوی جوزانیده شده مورد استفاده قرار داده می شود. در رفت شناسایی با صفت کارهای ساختمانی بینای صنفخانه‌های لواگی رئیس ولایت خطان دولتعلی سعید به مسئولین جهت هر چه زودتر رنگ‌وبار کردن نمای بنا و پیوست نمودن آن به شبکه گرمیده‌ای مستقل دستور و توصیه‌های سودمند دادند. در ناحیه بلجوان برای دستگیری رشد استحصالات و تطبیق هدف‌ها اوید به اعلان سالهای رشد صنعت تدبیرهای مشخص عملی کرده می‌شود. با این مقصد در ناحیه پارک تکنولوژی تأسیس داده شده است که در آن صاحبکاران با استفاده از امتیازهای مقرر گردیده اقدام گرفتند که یکچند انشاءات استحصالی بنیاد و مورد استفاده قرار دهند. با مقصد اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره اعلان نمودن سالهای 2023 تا 2026 همچنین سالهای رشد صنعت و با توجه به امتیازهای مقرر نموده حکومت جمهوری تاجیکستان یک گروه صاحبکاران در دوره نقشه چهاربینی و بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتند که در ناحیه بلجوان بنیاد 11 عدد کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی را به راه مانند. امروز ما در موضع قرار دادیم که در اینجا پارک تکنولوژی ساخته شده است و در این پارک تکنولوژی کارخانه‌های استحصالی آرد، کارخانه کارکرد روغن، کارخانه کارکرد میوه و افشوره سبزیجات در عرفه به استفاده قرار دارند. تأسیس این کارخانه‌های صنعتی می‌تواند در رشد اقتصادیات ناحیه تأسیس جایهای نوی کاری و بلند بر سطح زندگی مردم نقش مناسب گذارند. باز تا سال 2026 بنیاد 4 کارخانه صنعتی دیگر پیش بینی گردیده است و در آنها کارهای ساختمانی خوب جریان دارد. در پارک تکنولوژی عین زمان یک کارخانه استحصالی فعالیت داشته با وصل نصب دستگاه و تجهیزات زمانوی امسال باید با 3 انشاءات استحصالی مورد بهره‌برداری قرار داده شود. رئیس ولایت خطان دولتعلی سعید در پارک تکنولوژی با جریان کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور شناس شده به صاحبکاران محلی جهت در آینده تامین فعالیت منتظم کارخانه‌های مذکور توصیه‌های سودمند دادند. گفته شد که در کارخانه‌های مذکور اصلا اشیاء خام محلی کارکرد کرده می‌شود. ذخیره و امکانات‌های ناحیه را به این نوبت گرفته کارخانه‌های صنعتی تأسیس داده شدند که اشیاء خام محلی از خود ناحیه دسترس کرده می‌شود و به صادرات نگرانده شده است. در روزهای تجلیل از جشن 34 سالگرد استقلال دولتی در ناحیه بلجوان بنای بیمارخانه بیماری‌های سرایتی عبارت از 40 کت به استفاده برده می‌شود که انشاءات مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان بنیاد و با تجهیزات معاصر طبی جوزانیده می‌شود. بنای بیمارخانه از 3 آشیانه و تخانه عبارت بوده عین زمان در آن کارهای ساختمانی قریب در مرحله انجامیابی قرار دارد. رئیس ولایت خطان دولتعلی سعید از کارهای ساختمانی در مؤسسه نوی تعلیمی در مرکز ناحیه نیز دیدن نمود. انشاءات مذکور با مبلغ‌گذاری دیرکسیون ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد می‌گردد که در آن در 2 بس 760 نفر خواننده به تحصیل فرا گرفته می‌شود. بنای مؤسسه تعلیمی از کابینت‌های فنی، تالار مجلسگاه، تالار ورزشی، آشخانه و دیگر انفراستراکچور لازمه عبارت بوده آن طبق لایحه باید با تامین شرایط مناسب مورد بهره‌برداری قرار داده شود. برای ولایت خطان اطلاع داده شد که امسال در ناحیه بلجوان بنیاد 27 انشاءات نو به نقشه گرفته شده در نیم ساله اول سال 2025 علاقه 15 عدد آن به استفاده برده شده است و تا آخر سال انشاءات باقی مانده نیز پورا ساخته مورد بهره‌برداری قرار داده می شود.